در این صورت داد، نیکوترین صورت بینین انشاءالله. هر یکی ما شما را صورت های زیبا کی داد؟ الله سبحانه و تعالی داد. در این صورت خدا خواهد ما را بهترین و نعمت های بهترینه که برای ما شما داد، چی دست و چی چشم و چی گوش و چی دهن و چی بینی انشاءالله خدا خواهد همش در جاش خدا خواهد انشاءالله. با یک سوره زیبا الله سبحانه و تعالی ما شما چکار کرد در این دنیا خدا خواهد انشاءالله آفرید. سوره تین معناش یعنی انجیر. خب این سوره 95 خدا خواهد قرآن بوده، در مکه مکرمه نازل دیگه از 6 آیت عبارت خدا خواهد انشاءالله. در این سوره الله سبحانه و تعالی در دو موضوع انشاءالله خدا خواهد بیان میکنه. یکی انشاءالله نوع بشری که رام داشته آدم ها را، یعنی انسان با قدر با حرمت بودنش. یکی دیگرش ایمان و روز حساب و جزا روز قیامت انشاءالله الله سبحانه و تعالی چکار میکند؟ سخن میکند انشاءالله. این سوره کریمه قسم و انشاءالله خدا با مکانهای مقدس ترین الله سبحانه و تعالی چکار میکنه؟ مشرف مقدس انشاءالله قسم میخوره الله سبحانه و تعالی. این در این سوره خدا خواهد انشاءالله یعنی جاهای مقدس تر، آن مکان هایی که اکثریت انشاءالله روایت های بیت المقدس، کوه طور، مکه مکرمه، در همه چیز الله سبحانه و تعالی قسم یاد کرده. این سوره چکار میکنه؟ خدا خواهد آغاز میکنه. این چنین خدا خواهد در انسان البته انشاءالله الله سبحانه و تعالی بهترین صورت داد، نیکوترین صورت بینین انشاءالله. هر یکی ما شما را صورت های زیبا را کی داد؟ الله سبحانه و تعالی داد. در این صورت خدا خواهد ما را بهترین و نعمت های بهترینه که برای ما شما داد، چی دست و چی چشم و چی گوش و چی دهن و چی بینی انشاءالله خدا خواهد همش در جاش خدا خواهد انشاءالله. با یک سوره زیبا الله سبحانه و تعالی ما شما چکار کرد در این دنیا خدا خواهد انشاءالله آفرید. خب سوره بیان میکنه انشاءالله خدا خواهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و التین و زیتون، قسم به انجیر و زیتون. من انجیری که ما شما در این دنیا میخوریم انشاءالله خدا خواهد. زیتون هم انشاءالله چی است؟ روغن زیتونش میگم که انشاءالله خدا خواهد. چون که این چیزا از بس که زنجیر و زیتون میگه بسیار انسان در فایده کلان داره خدا خواهد انشاءالله. حتی میوه بهترین انشاءالله جنت هم چیه؟ اگر انشاءالله انجیر میشه خدا خواهد انشاءالله. یعنی برای انسان بسیار فایده داره خداوند. خدا هم با همین نام درختانی پرفیض میگه انشاءالله چکار کرد؟ آغاز این سوره رو میگه اجرا کرد که و تین و زیتون. خدا سبحانه و تعالی بینید زیتون میگه اشاره مفسرها و تین گفتیم که و زیتون اشاره به دو کوه میگه که یکی نزدیکی بیت المقدس و دیگری در دمشق انشاءالله. دمشق خطگی شهرنده دو کوه میگن الله سبحانه و تعالی خدا خواهد که مفسرها بعضی فکرها میگن که سوگند بگه به مکانهای مقدس که در اینجا بسیار درخت ها میرودین کوهنده بسیار درخت های خدا خواهد زیبا میرودین انشاءالله خدا خواهد. بعضی مفسرها گفتن که مراد از تین یعنی مسجد دمشق گفتن مراد یعنی گفتن تین مسجد دمشق. خدا قرطبی میگن رحمت الله که مسجد اصحاب کهف میگن. هر نمود انشاءالله مفسراش که کردن در حقیقت تین و زیتون انشاءالله خدا خواهد بیانات دادیان. در دوام آیت الله میگه و طور سینین و قسم به کوه طور سینا. یعنی این کوه است که خدا خواهد سینا خدا سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام چکار کرده؟ سخن کرده. یعنی موسی کلیم الله میگیمش در همین کوه طور الله سبحانه و تعالی که چیکار میکرد؟ سخن میکرد حضرت موسی علیه السلام.
یعنی انشاءالله خدا خواهد معراج همین حضرت موسی الحمدلله همین کوه بود، همین کوه نمیرفت با الله سبحانه و تعالی چیکار میکرد؟ یعنی انشاءالله خدا خواهد صحبت میکرد. این کوه هم بسیار صاحب چی بوده؟ درختای خوب بوده انشاءالله خدا خواهد. خود سینا معناش جای مبارک، مفسران گفتن جای مبارک انشاءالله خدا خواهد که در همون جای مبارک حضرت موسی علیه السلام چیکار میکرد؟ انشاءالله خدا خواهد یعنی با الله سبحانه و تعالی صحبت میکرد. و هذا البلد الامین، قسم میگه با شهری که جای امن و امانی است. ببین الله سبحانه و تعالی یعنی شهر قسم مقصد از این شهر چی میگه؟ مکه انشاءالله خدا خواهد مکرمه است که اینجا مکه و مکرمه را جای امن میگن، امانیتی امنی اینجا آسایشته خدا خواهد انشاءالله. یعنی این شهریه که میگه البته پیغمبری بزرگوار محمد سرور کائنات صلی الله علیه و سلم در همین مکه چیکارگی است؟ به دنیا آمدگن الحمدلله. در همین مکه انشاءالله یافتن یعنی انکشاف یافتن. در همین مکه الحمدلله آب و تاب یافتن. تا سین انشاءالله خدا خواهد 40 سالگیشو خدا خواهد انشاءالله یا تا دوری پیغمبرشو بده پیغمبر انشاءالله 13 سال با در مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم چیکار کردن؟ حیات بسر بردن، آب و تاب یافتن، کلون شدن انشاءالله. بدم خداوند با این شهر چیکار میکند؟ انشاءالله قسم خورده است که یعنی شهری بهترین چی انشاءالله چی است؟ شهری خدا خواهد مکه مکرمه. هر آینه میگه آفریدیم آدمی را میگه در نیکوترین صورت بهترین صورت نه الله سبحانه و تعالی ما شما آفرید. اخلا پاچک ما بالایی یک دست ما پایینی نکرد خدا خواهد، یک چشم ما میونه اینجا نورد یا گوش ما پایین نکرد. همین تا اعضا که ما خدا خواهد چی با یک ترتیب با یک انتظام کردی الله سبحانه و تعالی ما شما را چکار کرد؟ در شکمی رحم مادرمو بچه‌دان مادرمو نقش ما داد. تا خدا قرآن وعده میکنه که ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندانه شما را در بچه‌دان‌های مادراتون چخیلی که بخواه سیاه، بخواه زرد، بخواه نرد، بخواه ماده، بخواه هم دو نرد، بخواه هم دو انشاءالله خدا خواهد ماده. چخیلی که ما و شما استاخانه میخواهیم میسازیم دلنگیمونه همچون الله سبحانه و تعالی ما و شما را چکار کرد؟ در همین بهترین میگه انسان میگه ما صورت نچکارش کردیم الحمدلله انشاءالله خدا خواهد. چوه من نطق مداد بینید گفت زدن، چشمی بینا، فنریک دیدن، گوش برای شنیدن، دهن برای خوردن الحمدلله. هر یک اعضا بینید هر یک اعضا در بهترین انشاءالله صورت زیباترین صورت نه الله سبحانه و تعالی ما شما را آفرید خدا خواهد انشاءالله. ثم رددناه اسفل سافلین. بعد از اون میگه چیکار میکنه؟ پس گردانیده میگه او را فروترین از همه فروترین جان اگر ناشکری کنیم. اگر ما شما انشاءالله خدا خواهد نعمتهای الله نه خدا خواهد ناشکری کنیم همین قدر انشاءالله دیدگیش نه خدا خواهد صوفین پسترین موزین را الله سبحانه و تعالی میپرسه. بینیم باید که الله سبحانه و تعالی ما شما برای چی؟ طاعت عبادت آفریده دیگه. ما شما برای طاعت عبادت برای شناختن خدا فرمانی الله انشاءالله با جا آوردن من شما را خدا سبحانه و تعالی آفرید. بینید میگه که مفسر گفتن که فرشته ها را خدا آفرید میگه. بینید فرشته ها را آفرید، عقل داد نیک نفس نداد. فرشته ها مردک نیستن، زنک نیستن. فرشته ها خوردن نیستن، آشامیدن نیست، زن و مردی نیست. مونده چی؟ الله سبحانه و تعالی همش داد. هم مرد و زنی است، هم خوردن است، هم آشامیدن است، عقل است، بینید نفس است. همش برای ما شما الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ داد. بینید ما شما از ویا چیه فرق میکنیم با همین چیزی خدا خواهد. بینید حیوانا را بینید نفسش داد عقلش نداد. نمید
حیوانات نفس دارن، زنی دارن، مردی دارن، جیما میکنن، میخرن، میآشامن، فقط عقل ندارن. اگر عقل میداشتن اینقدر خدا خواهد حضور نمیکشتیم ما شما. داریم هیچ حضور نمیکشیم. سهری میبلاردیم که همون سهرا ما هم خدا خواهد دمگه لگرنه هم یک بلا خوش بودم لاکی جوره خلو قتلا بیا خواره بگه گشتم یا وجدت من کنکیتی گشتنم نیست. اگر عقل میداشت داریم یکی خدای تعالی ما هم عقل هم نفس همه شداد لیکن با چکو میکنیم گناه میکنیم. با نافرمانی آفریدگاری خدا میکنیم. یعنی بینیم خداخواد این سوره انچیز بیست خداخواد با دوام شپگه اگر نموریم انشاءالله زنده باشیم انشاءالله دوام میتیم. الله که این نعمتایی که برای ما شما داد چون که نعمت بهترین افقات میخریم ما شما. یعنی بهترین طعام میخریم، بهترین شرایطی که الله برای ما شما آفرید زندگی میکنیم. چیزای خوب نخواه میریم، افقاد خشتو میخری، افقاد تو بوکره نمیخری، افقاد خدا خواهد چیپ نمیخری. یه روز دستات بیشی اعضاات شفته میسی با افقادهای خوب انواع میوه های خوب سرش فقط انسان میخره و باقی موندهش بعد حیوان ها میخره. خدا خواهد انشاءالله بینید همه همین نعمت باید شکرانه داشته باشد. شکرانش البته فرمانی آفریدگارش فرمان رب العالمین الله سبحانه و تعالی را باید که ما شما چیکار کنیم اگر بجا بیاریم از این نعمت های حساب کتاب نمیشه آفرید. خدا خواهد انشاءالله چونکه خدا که از ما راضی که شد، خدا که از ما خرسند شد، فقط خدا خواهد از گناه هم نمیپرسه انشاءالله. از این ناز و نعمتی که در این دنیا داده الله سبحانه و تعالی حساب کتاب هم نمیکنه اگر ما گفته خدا کنیم. نکنیم برعکس هر یک چیز زیانی ما و شما دلالت میکنه خدا. این نعمت خورد میگه خدا من روز قیامت ای چه چیز میگه در قبر خیسی میپرسد یکم ای عمرت میپرسد عمرت دادم خدا خواهد 50 سال یا 80 سال کجا نصرفش کنی. از قوت صد میگه من قوت دادم تا از 20 ساله گریم که تا 40 ساله قوت جوانی داشتی کجا نصرفش کردی. از مال 2 سوال میشده ای مال مال ای مال 2 سوال میشده ای کجا کسب کردی و در کجا صرفش کردی. ای دیگه داشت اگر یک تایی سوال شد از مال 2 بار سوال میشده. خب ای کجا کسبش کردی ای ره حلال کردش می از پرسین کردش می یا که از عراق فروشی کردش می یا که از دزدی کردی می از کجا کسب کردی. 2 سوال میشد مال ولی پوچکم و ای جاش نجنبیده این مسئله برادر خدا خواهد انشاءالله. از علم میپرسه خب علم دادم قاری قرآن شدی عالم شدی علم کجا نصرف کرد کنی عملت ای چهار چیز خالی پامون لغجیده نجنبیده پیش الله نه جواب میدادیم برادر اسلام. خیال نگیره که این دنیا به حساب کتاب است. البته این دنیا انشاءالله صاحب داره صاحبش الله حق سبحانه و تعالی خدا خواهد انشاءالله. باید که ما و شما فرمانی و بجا آورده خدا خواهد در وقت طاعت کرده در وقت عبادت کرده خدا خواهد. من نمازی خفتن خوندیم انشاءالله ثواب شبی نکنم نماز خفتن ثواب شبی نه همین نماز خفتن میگه کسی که با جماعت بخونه نصف شب زنده داشتن ثواب شو میدادش. این شب زنده داری بسیار دشواره عزیزان. یک شب خواب نداشتی عزیزای خدا شبا خواب نمیرفتن دوستای خدا برای رضای خدا. کسی که میگه بامداد نماز بامداد با جماعت بخوند کل شب خدا خواهد انشاءالله 17 ساعت می 16 ساعت می همین ساعت میگه بالکل شب با طاعت عبادت قیام کردگی ثواب در نامه اعمال نمیست. شما ما میریم اما خواه میریم خدا خواهد مردواری میریم نیغرونیم کی فورم خدا خواهد 1 ساعت نیم ساعت نگیره میخیزیم لیکن شب زنده داشته این بسیار دشواره. همین ثواب میگیریم گوی نماز خفتن و جماعت میخونی انشاءالله. همین ثواب میگیریم گوی بامداد انشاءالله جماعت ترک نمیکنیم. هر یک نماز فضیلت درجه
مکافاتای بهترین داره خداوند انشاءالله. برای همین حرکت کنیم انشاءالله، این خداوند عبادت ها از دست ندیم. عمر رفته است از برادران. گفتی شعر میگه ای که خیستی و خوفتی، زن و مال و فرزند گفتی، بی وفا بود از مال و جفت، نزد الله روی چی خواهی گفت. میگه خیستی خواه رفتی خوردی، زن گفتی، بچه گفتی، زنش تی، دختر مشروطی، این گفتی، یکی بی وفا بوده مال و جفت. این مال و این چیزات همش بی وفا، هیچی نه برای دنیا. بعد میگه پیش الله رو چی خواهی باید گفت. خدا چون نماز نخونی گو چی میگویی؟ چون زکات نداری چون عبادت نکردی گو چی میگویی؟ عمر نگذرد در حق جویی، شرم ناکرده عمر هم گویی. گر عمر نگذرد در راه الله، عمری گوخر از عمر بالا. همین گو هم عمر داره، خر هم عمر داره. اگر اون یکی طاعت نداشته باشه، عبادت داشته، از بین عمری گوخر از همه بالا بوده. عزیزان من بین خداوند انشاءالله فرصت ها را غنیمت داریم. همه یک روز، هر روز یک وجه یک متر مرگ نزدیک شدستیم. همین روز برفت این گشته نمیاد دیگه، یا میاد محل گشتن نمی آید دوباره. صدها زنی سری خود به سنگ خاره میگه، صدها صد در سنگای خاراب زنی دیگه برگشتن نمیاد. یه عمری گذشتگی دیگه جوان نمیشه. خدا خنده دیگه 18 ساله و 5 ساله 6 ساله نمیشیم که حافظی قرآن شه.